سردار خدمات گمرک تاجیکستان خورشید کریمزاده روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتیش گزارش پایگاه خبری بامداد درباره بازداشت مالک مغازه جواهرات جلو گلنوره ترسنبایو در فرودگاه دوشنبه تصدیق کرد. گلنوره ترسنبایو از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری بازداشت شده عین زمان در حبس قرار دارد. او هنگام بازگشت از استانبول در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. از او 9 کیلو و 300 گرم مصنوعات زرگری دریافت شد که همگی 4 کیلویش اعلامیه داشت و باقی ماندهش را میخواست طریق قاچاق به تاجیکستان وارد کند. نقل قول کرده است آزیا پلوس از سخنان کریمزاده. همچنین راهبر خدمات گمرک ذکر کرد که سردار نقطه گمرک فرودگاه دوشنبه رفشن نظیرمتوف نیز برای مساعدت به قاچاق این طلاواری بازداشت شده است. مغازه جواهرات جلو در پایتخت در کوچه بخارا 32 در پهلوی تالار میبل الفیما جای گیر شده است. اولین شده پایگاه خبری بامداد هنوز روز 25 ینور خبر بازداشت ترسنبایو را نشر کرد، ولی منابع بامداد گفتند که او را با 12 کیلو طلاواری دستگیر کردند. به گفته منابع بامداد گلنوره ترسنبایو معروف با نام گولیا صاحب ملک سلسله مغازه های طلاواری جلو روز 24 ینور هنگام بازگشتش از استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه با اتهام به طور قاچاق به تاجیکستان وارد کردن 12 کیلو آرایشات طلایی به مبلغ بیش از $600,000 دستگیر شد.